سلام بچه‌ها، خوش اومدید به پیج موین ایکس پی. اومدیم با ساخت آیفون. برای ساخت این آیفون نیاز بریم به نوت بلاک، ردستون داس، ردستون رپیتر و کلید رو روی بلاک دایمن قرار میدیم و این شکلی ردستون داس رو از زیرش میکشیم. حالا باید ردستون رپیتر رو به این شکل روی بلاک دایمن قرار بدیم. بعد اینکه ردستون رپیتر رو قرار دادیم، دو تا روش کلیک کنیم تا تنظیم بشه. بعدش ردستون داس رو از ردستون رپیتر میکشیم و تا بلاک دایمن. حتما نیاز بلاک دایمن باشه. دو تا نوت بلاک رو کنار هم میگذاریم. حالا بالاش رو میکنیم تا عمل کنه. روی نوت بلاک اولی 4 کلیک و روی نوت بلاک دومی 9 کلیک میکنیم تا تنظیم بشه و صدای دلخواهمون رو بهمون بده. حالا باید روی این سازه‌ای که ساختیم یعنی آیفون رو بپوشونیم. حواستون باشه روی نوت بلاک ها رو نپوشونید برای اینکه دیگه عمل نمیکنه. اینجوری روش رو بپوشونید، روی نوت بلاک ها خالیه و اگر زنگ رو بزنید این شکلی صدا میده. این از آیفون ما.